چشماتو ببند، یک نفس عمیق بکش و به یاد بیار که زندگی همیشه در کنار توه. در کتاب 4 اثر فلورنس اسکاولشین یاد میگیریم که زندگی یک بازیه، بازی که قوانینش رو خودمون مینویسیم. اون میگه هر فکری که داری مثل بذریه که در ذهنت کاشته میشه. اگه از کمبود، ترس یا شکست حرف بزنی، همونها رشد میکنند. اما اگه از عشق، ایمان و آرامش بگی، اونها توی زندگیت شکوفه میزنند. فلورنس 4 کلید طلایی داره: ایمان، کلام، عشق و بخشش. ایمان یعنی باور کنی وقتی حتی نمیبینی چیزی بزرگتر از ترس‌های تو از تو مراقبت میکنه. کلام یعنی حرفات جادو دارند، پس زیبا حرف بزن. عشق یعنی وقتی حتی خسته ای مهربون بمون. و بخشش یعنی خودت رو از گذشته آزاد کن. اون میگه زندگی بازیه که باید با ایمان بازی کرد. پس آروم باش، به دنیا لبخند بزن و بذار معجزه ها خودشون بیان سمت تو، چون تو لایق نوری هستی که در درونت میدرخشه.